سلام به همگی. اومدیم که یه چیز رو تست کنیم توی ماینکرافت جاوا و بگیم. خب یه کلاسی تست کردم باگ شد، بعدم بهتون نشون میدم. اونم به دادم میخوام بریم تست کنیم به بردر. با کد میخوایم بریم به بردر بریم ببینیم بردر دوباره باگ میشه، پیدا نیست یا پیدا. دیگه این دفعه به جایی که بریم به سیم، خودتون میدونید بردر توی مختصات 30 میلیونه، پس ما باید یعنی 30 میلیون بریم. حالا این خیلی طول میکشه، اما من با یه کد میخوام برم به اونجا. خب اسلش تیپ این کد رو باید بزنید @پی 30 میلیون 1 2 6. خب 60,152 باگ نشه. کنم داره میریم پایین، هی یادم میره اینو نمیزنم، نمیدونم چرا. اما الان بریم این دوتا رو فعال کنم که این باگی که میگم اینه. خب حالا اسلش تیپی @پی 29 خب 1152 بیا پایین دیگه. من تو بردر نرسیدم، من فکر کنم نزدیکای بردر دیگه همین دیگه باشه. بله همونجور که میبینید اینجا اینجوری باشه که برای بزنم مثلش بگی خب اینجا بریر هم نیست، رفتیم پایین. اگه به دستم توجه کنید داره درست شد. اسلش تیپی @پی به 29 میلیون 63 75 بریم. تا اینو دیگه باید 1000 میشه. دوهل کجا مگه؟ خب اگه این رو 30 میلیون برسونم چی میشه؟ همونجوری تست کنیم و دیگه بریم برای
جاوا TP @p 30 میلیون و 30 میلیون 1000 1 2 3 4 خب دیگه مرز ماینکرافت. بله اختار چون کم که بهمون اومد الان داریم میریم دیگه. چون کم که لود نمیشه متاسفانه. اینجا دیگه نمیتونیم این بر اون بر بریم. نگاه اونجا کن. وایسید سوال الان اگه من برم اسپکتاتور هم نمیتونم جا بجاشم. کلا اینجا دیگه نمیتونیم جا بجاشیم. اسپکت باشیم هرچی باشیم نمیشه. خب بریم توی الان جاوا. توی بدراک که نسخه 1.21 بودم الان اینجا دیگه رفتم 1.21. اینجا 1.21 کو بکنم نمیدونم چند بقیه‌شو نمیدونم 4 تا بود. این الان 3 تاست 1.21 4 عدد اون 4 عدد مختلفه. این حالا نقطه هاش میشه 3 تا دیگه. بیاره ما یه مپ باز کنیم. که بچه هم مپ هم اومد چطم که آن TP @p 1 2 3 4 5 6 7 1. چرا این سوپر فلت 0 خب اختار میده. بله بچه های عزیز همکنون اختار توی جواب فکر کنم دیگه اختار میده. بریم این که اختار داد. دارم یه مپ عادی رو باز. خب بچه ها مپ رو باز کردم. مپ جدید /TP @p به چیزی 1000 30 میلیون بله دوستان عزیز بدراکو که خودتون دیدید جوابم که خودتون اینو دیدید اختار داد. بچه اختار میده چرا؟ اونایی که میدونن بگن دیگه. فکر کنم چون خیلی دور بود و منم چانکم نمیکشه برای اینه نمیدونم. اگه بخوایم فیل بزنیم باید چانکمون تا اون جایی که میخوایم بزنیم باید برسه. اما اگه نمیخوایم بزنیم الان من نمیدونم این چرا نبرد اختار چیز داد. unvalid possession for teleport ترجمه‌شون تو بلد نیستم. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک یادتون نره. کامنت هم بذارید. ساب هم بکنید. زنگوله رو هم بذارید روی حالت آل. و تا یه ویدیو دیگه خدا